به 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 به، خوش اومدید به اولین ویدیو، شاید هم دومین ویدیو از من که یکی قبلا تو یوتیوب گذاشتم. تو این ویدیو و در اصل این سری ویدیو قصد داریم که آموزش ساخت ریسورس پک رو از 0 تا 100 هم روی ویدیو هم روی استریم آموزش بدیم. دیروز صبح من چون الان عصره و نمیدونم ساعت این بالا هست ولی خب خراب. دیروز صبح من استریم کردم و توضیحاتی که داخل این ویدیو دادم رو توضیحاتی که حالا داخل ویدیو قراره بدم و دادم، چون من این توها رو معمولا قبل از ویدیو ضبط میکنم. این توها مثلا چند تا ویدیو این تو رو قبل ویدیو میگم. خب توی این ویدیویی که خب توضیح دادم یا توضیح قراره بدم، هرچی توضیح دادم اونجا هم توضیح دادم. اینجا فقط به خاطر اینکه تایم ویدیو زیاد نشه تون توضیح دادم. در آخر ویدیو هم یه سورپرایز داریم که خب من اینو ترجیح میدم همین الان بگم. این که خب یه برنامه هست به اسم وینزی. خب من خودم چند دفعه ازش نت گرفتم، گفتم یه نت هم به شما بدیم، قرعه کشی کنیم یه نت به شما بدیم، خودتون هم توی بیت نصب کنید استفاده کنید. ببینید هیچ کسی نیاد به من بگه اینو تبلیغ کن یا سایت افسونی وی اس کد رو تبلیغ کن. 3 تا برنامه نیازه، حالا یه دونه برنامه نیازه، 2 تاش هم اختیاری. 2 تا اختیاری یا اینور میاد، اون یه دونه که ضروریه اینور، اونی که اینور رو اینو اگه داشته باشید که خوبه، ولی اگه نداشته باشید دیگه کلا نمیتونید بسازید، چون داخل یه توضیح دادم علتش رو دیگه اینجا نمیگم، تکراری میشه. و این دوتایی که اینورم اختیاریه، میتونید اصلا نریزید، خود تکست نوتپد ویندوز کارو در میاره. تاریخ هم این بالاها میاد که ما چندمه، نگید این ویدیو قدیمی بوده جدید بوده، جدیده و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. بریم که با هم دیگه ببینیم این ویدیو رو با هم ببینیم. مگه من آقا برو بریم برای قسمت اول و توضیح دادن یه سری نکات مقدماتی و پیش نیازهای طراحی ریسورس پک و توضیحاتی درباره خود ریسورس پک. خیلی مطل نکنم، برو بریم لیتس. ما اومدیم اینجا، من یه خنده داری بهتون بگم. اول ویدیو نیم ساعت براتون ویدیو ضبط کردیم، ویدیو صدا نداشت و الان دوباره براتون ضبط. خیلی خوب آقا، من گفتم که بیایم روی دسکتاپ تا بهتون آموزش بدم. میخوام سریع آموزش بدم، ویدیو زیاد طولانی نشه. به عنوان قسمت اول این دوتا برنامه‌ای که اینجاست، بذارید من بیارمش بکشم اینور. این دوتا اختیاری، دوست داشتی ببین اصلا نمیخواد دوتاش، تو اینو نصب کن، مهم نیست، تو اینو نصب کن، اختیاریه، اصلا میتونی نصب نکنی. خب ولی فتوشاپ شما نصب کنی، چون اگه بخوای با پینت طراحی بکنی طراحیت ممکنه که خراب بشه، مثلا خیلی کیفیتش بیاد پایین. با برنامه‌های دیگه، با برنامه‌های طراحی دیجیتال های دیگه بخوای طراحی با برنامه‌های طراحی دیجیتال هم بخوای طراحی بکنی، باز کیفیتش ممکنه خوب باشه ولی خیلی سخت و داستان زیاد داره. ولی با فتوشاپ خیلی کار خاصی نداره و فکر نکن قراره شما کار گرافیکی انجام، یه چیز ساده میخوای طراحی کنی. خب این هم که فتوشاپ. حالا من بزنم باز شه که محیطش رو بهتون نشون بدم. حالا تا فتوشاپ در حال باز شدنه، من یه تست بگیرم ببینم صدام میاد. بعد خب آقا، من گفتم که شما اگر بخواید این شما باید در مرحله دوم، حالا پیش نیازها رو که میذاریم کنار، شما باید یه فایلی از بازی داشته باشی که بتونی آیتمای بازی رو تغییر بدی، که بتونی چیکار بکنی، ریسورس پک تو بسازی. خب فایل بازی از کجا بیاری؟ من برات میذارم فایل مخصوص بدوارس رو برات میذارم که 188 هست، شما روی 189 هم میتونی بزنی. ولی چون الان 189 من در دست ندارم، نمیتونم ازش استفاده کنم. ولی خب بذارید من یه چک بکنم فولدر ماینکرافتم رو، ماینکرافت آنجنز، ماینکرافت اورجینال. من اکانت ماینکرافت دارم، بعد
به خاطر همین خب الان میدونی که نت ملیه، من نمیتونم از اون اکانت استفاده بکنم برای اینکه بخوام شما آموزش بدم، ولی اگر نبود قطعا بهتون اون آموزش میدونم، چون از لانچرهای ایرانی 100 هیچ بهتره، چون لانچر خود ماینکرافت دیگه برات. چه پیدا نمیکنم آینا. خب بذارید من بازی رو بیارم پیداش بکنیم بازی رو. خب 1.8.9 اپتیفاین رو هم من دارم، حتی 1.8.9 عادی هم دارم. من براتون این فایل ها رو قرارش میدم. خب هم اینو همون 1.8 دیگه الان بهتون نشون میدم که دارم، از داخل تیلانچر داشتم اونو اوایل دانلود کرده بودم. BL کلاینت چیه؟ BL کلاینت چی میشه؟ ببینی یا لیدر یا لونار کلاینت داشتم یا بد لاین. BL همون بد لاینه. ایوه 1.8.9 که خب داره حالا یه سری چیزا هم که خب خودش طراحی داره و اینا، اگه بخوایم نگاه بکنیم الان نمیتونیم کارو. من لونار هم داشتم ولی خب الان فکر کنم مثلا اینجا لونار و اینا رو بهمون نمایش نمیده. حالا نمیدونم، ولی خب من فایل اینا رو براتون قرار میدم. خدا بس دیگه، خسته شدیم دیگه، که نیازی به دانلودش نداشت، نیازی به پیدا کردنش نداشته باشید و هیچ ربطی هم نداره که بازی برای ماینکرافت اورجیناله یا بازی برای ماینکرافت کرک، هیچ ربطی نداره. فتوشاپ هم که اومد بالا، منوش اینطوریه. حالا من این تامنیل ویدیویی که از قبل برای شما طراحیش کردم، اینم یک صفحه‌ایه که داخل ریسورس پک بهتون نشون میدم. شما میتونید اینو به هر نحوی که بخواید تغییر بدید. حالا من نمیخوام تغییرش بدم و خب یه سری منو داره. خب این منو کشیدنشه، میتونید بکشید. مثلا منو پاک کن داره، منو پاک کنش رو پیدا کنم. میتونید اینجوری بگیرید، اینجوری پاک کنید. ولی خب میتونید نار طراحی بکنید. خب و اگه بخوام یه نمونه طراحی شده رو بهتون نشون بدم، هاتبار ماینکرافت عکس گوشته، این عکس سیب زمینیه برای یه ریسورس پک دیگه است. این الان اینو من خودم طراحی کردم، اینی که این گوشه هستش. خب حالا از محیط فتوشاپ بیایم بیرون. حالا من یه فایل 1.8 اپتیفاین هست، اینم قرار میدم. خیلی حجمی ندارن، نهایتا هر کدوم 8-9 مگه، هر کدوم دوست داشتید میتونید دانلود بکنید. خب ببینید داخل اپتیفاین وانیلا هر چیزی، خب یه سری فولدر داریم. ببینید شما میتونید کنترل A بزنید، کل اینا رو انتخاب کنید، اسیتسش رو نگه دارید، بقیهش رو پاک کنید. خب ببینید کنترل A، اسیتسش رو نگه، کنترل A، اسیتسش رو نگه میدارید، بقیهش رو پاک میکنید. میتونید اینطوری بزنید، هیچ فرقی نمیکنه. داخل فولدر اسست ما فولدر ماینکرافت رو داریم که داخل این سری فولدر داریم. از بالا سریع بگم، بلاک استیتس، حالت‌های بلاک هایی که من اینو در ویدیوهای آینده میگم چطوری میتونید تغییرات ایجاد کنید و اصلا چی ان اینا، کامل تر میگم بهتون. یه برنامه بلاک بنچ هم بهتون میگم چطوری ازش استفاده کنید. تایتل برای ماینکرافت بزنید، عشق کنید. فونت های مخصوص ماینکرافته که من اگه بخوام بازش کنم بهتره به اینا دست نزنید. خب ما با این فولدر اصلا کار نداریم فعلا. لنگویج های مختلف، لنگویج ENUS که شما میتونید لنگویج مورد نظر خودتون هم حتی اد بدید. ببینید اینجا اصلا زبانش رو داده انگلیسی، شما بزنید فارسی، اینجا بزنید FA، اینجا بزنید IRFA یعنی ایران فارسی، بعد دان رو بزنید، تمام، کنسل بک، پشت، بک میگه تو تایتل اسکرین یعنی برگشت به صفحه تایتل، میشه صفحه تیتر، برگشت به صفحه تیتر. خب برگشت به لیست سرورها، بالا، پایین، آره، نه، هیچی، همه و همه اینا رو میتونید ویرایش بکنید.
که خب قطعا کلی زمان میبره. کل اینا رو که بنویسید همه رو، خب کل اینا رو که بنویسید شما میتونید زبان فارسی رو داخل ماینکرافتتون اضافه بکنید. خیلی خوب، ما اینو میبندیم. داخل به قسمت مدل هم همون عین پوشه بلاک استیتسه که باز فرق هایی دارن اینها با هم. من دقیق ترش رو ویدیوهای بعدی بهتون میگم چون فعلا اطلاعاتی راجع به این دوتا فولدر ندارم. شیدرز پست، یه سری شیدر هایی داریم، یه سری شیدر پروگرام تا خاصی نیست. حالا باز میتونید به تحقیق کنید، منم قسمت بعدی حتما بهتون میگم. تکست، خب تکست کردیتس اون سازنده های بازیه. تکست انده، وقتی که اند تموم میشه این نمایش داده میشه، بازی تموم میشه. اسپلشه که خب این بالا نوشته ماینکرافت جاوا ادیشن، بغلش کج یه چیز نوشته، این اون تکست ها. میتونید بر اساس سلیقه خودتون اینا رو تغییر بدید. تکسچر بلاک، ببینم ویدیو رو سریع اومدیم. تکسچر بلاک خب میبینید مثلا تخت داره، قسمت های اجزای مختلف تخته. چرا اینطوری زده؟ چون خب همه جای تخت که این شکلی نیست که خب همه جاش این شکلی بزنه زشت میشه دیگه. طرحهای مختلف، خب اینا اگه تغییر بدید بهتون تغییر میکنه. خب یه سورپرایز هم آخر ویدیو بهتون میگم، یادم رفت که بگم، حتی گفتم داخل اینترو، چون من اینترو با ویدیو جدا ضبط میکنم براتون. خب قسمت آجر رو داریم، قسمت های بلاک های مختلف رو داریم که میتونید تغییرات ایجاد بکنید. بعد کالر مپ، خب اینا برای گرس ها و ایناست که تغییرات ندید بهتره. افکت ها رو داریم که چیز خاصی نداره. انتیتی یا مابه های، مثلا بنرهای مختلف، یا مثلا آرمورستند، چی گفتم؟ آرمورستند که خب میتونید باز اینو تغییر بدید. گربه، آجی 1.8 چطوری گربه داشته؟ برای گربه تو ورژن جدیده نیومدن. منطقیه. چستای کریسمسیه، چستای نورماله، دبل چسته، ترپ چسته. این ترپ چسته برای کامنت زدن و قفل کردن. اندر چسته. شکلهای مختلف گاو رو داریم، کریپر رو داریم، شکل ترکیدنش رو داریم. کریپر آرمور بادا نمیدونم، ولش کن، اینا وارد قضیه نشیم. اندر دراگون رو داریم، کلشه این حالت نم توفون فاشه چیه، اینم چهره و صورت و ایناش. خب بعد environment یا محیط رو داریم، ابرهای بازیان که من باز کنم بخواید بهتر ببینید. آسمان اند، ماه های بازی، نه ماه های مثلا ماه آبان اردیبهشت، نه ماهی که تو آسمونه. اینا مدل های مختلفشه که خب هی تغییر میکنه دیگه. مثلا ماه کامل اینه، نصف اینه، هلال ماه اینه، ماه که نیست اینه، بارونه این بغل میتونید ببینید، برفه که من باید اینطوری بهتون نشون بدم، و آفتابه. فونت باز زبانهای مختلف رو اینجا هست، حروف زبانهای مختلف رو اینجا گذاشتن که وقتی زبان رو انتخاب میکنی اینجا بتونی از اینجا ور میداره که زبان که اون حالا حروف رو با اون حروف اصلی جایگزین بکنه. به این شما اونجا مثلا میزنید آپ میشه بالا، اینجا ب، الف، لام رو انتخاب میکنه، جایگزین میشه بالا. این سیستم فونتشه. نظرم اینا خیلی وارد قضیه نشه. جی او آی که مهمترین بخششه، این برای خب بالا پایین کردن منوه که خب این توی سرورها، خب من نمیدونم این سرور سلکشن آقا اینا نداره. این از کجاش در آورده این کو زید؟ یه سری باز منو اسپکتیتور داره، استریم داره، ویجت های مختلف رو داره که این هم همون هات بارمونه، و آیکون ها. مثلا بذارید من اینو بازش بکنم، ببینید مثلا هانگر بارمونه، قلب هاردکور دمیج شده است، نمیدونم
قلب گلدن اپلیه، لول، پینگ، اینا رو داره. این هم که خب دمو مثلا ماینکرافت دمو رو که بخوای بازی کنی همچین بک‌گراندی مثلا که داره. من یادم نیست بازی کردم و یادم نیست. این هم که کتاب. بعد تایتل ماینکرافته که خب از اینجا میتونید تغییرش بدید و عشق کنید و بگید واه من ماینکرافت اختصاصی دارم. اینجا هم که اون چیزیه که خب داخل صفحه اول بازی نمایش میده که خب اگر دقت کنین اینو انگار یک پلیری اسکرین شات گرفته و قطعا اینو اسکرین شات گرفتن، کات زدن و گذاشتن اینجا. و خب این همینجوری که میچرخه این همونه و پریستش هم باز همونه. یه سری تصاویریه که همینطوری بعضی اوقات یه تصویر میاره از ایناست. کانتینرها انویل، بیکن، برینگ استند، کرافتینگ تیبل، دیسپنسر، انچانتینگ تیبل، فرنس، جنریک، هاپر، هورس یا همون اسب، اینونتوری، استیتس همون مثلا کلنگی انویل چیزی باشه نمایش میده، ویلیجر. مهمتریناش یه دونه جنریکه، یه دونه هم اینونتوری. بقیه‌شو نمیخوایم ولی خب پاک نکن چون باگ میخوره بازی. اینجا هم باز منو کریتیوه که خب این تب اصلیه که خب آیتم ها هست توش. این پلیر رو الان تو ورژن جدید یه ذره وسط تر. این قسمت سرچشه، این قسمت تب های مختلفشه، این هم که تب بالا و تب پایین و اینای مختلفشه. خب از این بخش هم میایم بیرون و قسمت اچیومنت که خب برای اچیومنت های بازی و اصلا به کار ما نمیاد. قسمت آیتم مثل آیتم ارو، مثل گلدن اپل، مثل انچنتد بوک، مثل بو که انیمیشن های مختلف داره، مثل آیتم های مختلف هست. و چیزایی مثل کلاک داخل بلاک مثلا اینه یا مثلا چیزای دیگه است، واتر مثلا، لنترن، پورتال، چیزای مختلف دیگه. خب حالا اگر داخل بخش آیتم که بیاید قسمت کلاک، این اف اینا کلاک و اینا اینجان که خب مثلا این آیتم کمپسه اینطوری چرخیده کلاکه، اینا هم کداشونه که چیز خاصی نداره. باز حالا من طراحی شدهش رو الان بهتون نشون میدم. اینا هم آیتم های مختلف شمشیر و هو اینجور چیزاست که اصلا اسمشون نباید تغییر بکنه. خودشون میتونید طراحی بکنید ولی اسمش بیچ عنوان، چون تغییر بکنه آیتم اصلا لود نمیشه. مپ بازیه که خب مثلا نقشه‌ای پیدا میکنید یا خودتون نقشه میسازید. میسکس یه سری چیزاست مثلا پامپکین میذارید سرتون، یا سروری که آیکون نداره یا آیکونش لود نمیشه، پکی که آیکون نداره یا آیکونش لود نمیشه، یا اینجور چیزها رو اینجا نمایش میده بهتون که باز خیلی خاصی نیست، میتونید تغییر بدید. مدلز باز مدل آرمورا داریم اینجا. بعد عرضم به حضور شما انتیتی رو گفتم بهتون. انتیتی هم خب مثل بنرها هست، مثلا مثل گربه هست، مثلا چست چرا من آورد گاو و نمیدونم گربه و بعد گربه تو ورژن جدید اومده نمیدونم چرا اینطوریه. اینا رو گفتم. رسیدیم به جی آی، آیتم، مپ، میست، مدل، پینتینگ نقاشی های توی بازی باز خیلی به کارمون نمیاد. و پارتیکل ها که یه سری حالا افکت های که مخصوص ویلیجر، مثلا ویلیجر قلب و ایناست که قلبش میشکنه، یا مثلا حباب. یاره این هم که آخر خودم هم نفهمیدم چی به چیه. خب آقا کل بخش یه ریسورس پک رو من بهتون توضیح دادم خیلی سریع، امیدوارم که متوجه شده باشید. حالا من میخوام یه نمونه یه ریسورس پک طراحی شده توسط یه نفر، توسط آقای میلاد، یوتیوبر میلاد که میشناسیدش، اون برای اون بوده. من یکم ادیت زدم بر خودم، مثلا این الان آیکون پک منه. خب پکی که بر خودم همینطوری یه چیزی ساختم خیلی وقت پیشا، طراحیش کرد، در اصل سیچاشو ویرایش کردم طراحی کرد. خب مثلا این الان قسمت ورژن های پکه، مثلا این قسمتی که نوشتم میکرش منم، این قسمتش یعنی رنگ آبی، این هم که نوشته خب دیسکریپشنش که نمایش داده نمیشه فقط این نمایش میده. و این پک فرمت رو الان بهتون توضیح میدم چیه. این هم که خب پک دیدید ساختم، گفتم که با تکست خود ویندوز هم میتونید باز کنید، منتها خب با نوتپد پلاس پلاس هم میتونید باز بکنید، یا مثلا
داخل ویژوال استودیو هم میتونید اینو باز کنید. باز هیچ فرقی نداره. اسیتس که من خودم این سیجداشو بهتون گفتم الان نشون میدم. قسمت آیتم حالا بهتون اگه بخوام نشون بدم، آیتمی که مثلا هست اینجا کلاکش فرق میکنه. یه نمه که تقریبا همونه، کمپسش یه نمه باز همونه، منطقیه. مثلا دایمندش خوب فرق میکنه، میبینید که تکسچر داره. حالا ببینید اینا رو من باز کنم، چیزی نداره، ولی اینی که طرف خودش انیمیشن داده که من این انیمیشن ها رو تو ویدیو جداگانه توضیح میدم اینطوریه. یه همچین خطی همینقدر کم و ساده و راحت که تازه اینم میذارم کپی پیست کنید. یه تست کنیم ببینیم صدامون هست. بله یه دونه تبر دیگه. خب اینا هم که خب میبینید که طراحی شده است، شمشیرش کوچولوه و خب برای بدوارز باید شمشیر کوچولو باشه. اینم اگ، بعد مثلا امرالد، این فایروالشه که خب شبیه مثلا میلاد طراحی شده. بعد اینم عکس خود میلاد بود که من با در افزار پینت اینو تغییرش دادم حالا به عکس اسکین خودم. بذارید من با پینت بازش کنم که بتونم روش زوم انجام بدم. میبینید که عکس اسکین خودمه. خب حالا اسکین خودمم بهتون نشون میدم. عکسش هست دیگه رو عکس کانال، هد اسکینمه، اونو میتونید نگاه کنید با این مقایسه. همین، خاصی دیگه نداشت که بخوام بگم. باز این پارتیکل و مدل و اینا هم هست. حالا یه بخشی هم داره به اسم ساوند که خب من اینجا باید بهتون بگم. اینو شما میتونید مثلا خب صدای خوردن رو ایجاد بکنید. میبینید که هدفون هم که اون بره. حالا من هدفون رو داخل گوشم میذارم ببینیم. خب مثلا این صداهای مختلفه، مثلا صدای سنگ. خب دیدیم که صداهاشون رو من هدفون رو این بردارش بدم. دیدیم که صداهاشون رو با هم دیگه مشاهده کردیم، با هم دیگه شنیدیم صداهاشون رو. یه هم رندوم بود که خب باز اینا هم شنیدیم. صداها اینا هم میتونید قرار بدید بر خودتون. MC پچر، اینا اسکای مثلا این آسمونش رو اینطوری تغییر داده. حالا مثلا یه سری آسمون خیلی خوشگلیه که باز من اینا رو قرار میدم بهتون. باز یه سری کد داره که کدش هم اونقدر چیز خاصی نیست. ساعت رو زده که فلان ساعت فلان اسکای رو نمایش بده. بعد لایت مپ نوره که خب اینا هم باز ما میذاریم داخل ریسورس پکمون. CTM که نمیدونم چیه. گراس بلاک، بلک گلاس تو گلاس، مثلا این گلاسه یا مثلا گلاس سیاهه. خب برای چی میگن بدوارز گلاس هم احتیاجه که خب باز میبینیم. اینم که اضافه کرده اسکای رو. باز ما همه اینا رو براتون قرار میدیم به ترتیب و ویدیویی که برسیم، نه همه رو الان قرار بدم براتون. چیزایی که قرار میدم براتون، راستی یه چیزی رو یادم رفت بگم، اول ویدیو هم میگفتم. برای نرم افزار ویژوال استودیو کد یه سایتی هست، اونایی که دوست دارن افزوناشو دانلود بکنن، نت ملیه دیگه. الان در حال حاضر نم 31 شهریور، یا اول فصل 30 اردیبهشت یا 31 اردیبهشت. حالا این بالا ها تاریخشو داخل ادیت که بتونم میذارم. اینجا میتونید بزنید دانلود کنید. یه فایلی بهتون میده، فایل VSIX هستش.
که شما اینو الان بهتون میگم چطوری میتونید اضافهش بکنید. یک کال مپ هم که زدیم، مدلم که خب این مدلم که خب بهتون میگم چیکار بکنید که هید و اینای بدتون چیز بشه، اسکین خودتون باشه. خیلی قشنگه. حالا من اسکرین شاتش هم بهتون نشون میدم. الان داخل همین فونیکس ماینکرافت اسکرین شات. آقا بدو خدا وکیلی این ریسورس پکی که الان بهتون نشون دادم بدشو ببینید چقدر خوشگله. این کوچولی شده یه اسکین خودمه، روی بت نشسته. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. خیلی خوب. برای ویژوال استودیو کد هم فقط کافیه ویژوال استودیو باز کنید. با یه همچین صفحه روبرو نمیشید، با یه همچین صفحه روبرو میشید. این بغل اکستنشن رو کلیک میکنید، از این بالا روی 3 نقطه یا همون views and more actions کلیک میکنید. views check for extension updates disable auto update for all extensions که ما دیزیبل میکنیم. enable all extensions, disable all installed extensions, show running extensions, start extensions, basic هم چیزایی. ما با این کار داریم install from VSIX اینو میزنید، اون فایل خودتون رو میدید. چون الان من یه بار زدم میگه که داری میخوای اینو دوباره نصب کنی اینا، که حالا من میبندمش چون یه بار نصبش کردم اینو با همین روش. و لاست آپدیتش هم نگاه کنید 23 ساعت پیشه. یعنی چی؟ یعنی من اینو 23 ساعت پیش ریختم، آپدیتش نکردم. و این باگشه. حجمش هم یا ابوالفضل حجمش انقدر نیست. حجمی که دانلود میکنید اصلا اونقدر نیست. بذارید من بهتون نشون بدم. 140 مگه مثلا یک سش خودش باز که میکنه مثلا میشه 290. و از این میتونید اکستنشن استفاده بکنید. اینجا مثلا بزنید که فایل نیو تکست فایل، یا مثلا اینا بذار ببندم مثلا فایل نیو فایل، بعد زبانتو میگه مثلا جوپیتر میخوای یا چی میخوای، بعد با اون زبان میسازه و میاد با. حالا میبندیم، کاری با نداریم. اینم که بهتون گفتم، اگه نگفتم اینم یه سری قابلیت ها داره که خب میتونید اینو نصب کنید. حجمشون تقریبا معروف کنم 100 مگیناست. بذارید چک کنیم با هم دیگه. خب حجم VS کد کلا 164 مگه، حجم نوتپد پلاس پلاس هم کلا 6 مگابایت. من این فایل رو نمیدونم، این فایل و اون لینک و فایل بازی رو براتون قرار میدم، چون فایل بازی رو هم من 1.8 رو بهتون نشون دادم الان دیگه. اینجا دارم 1.9 هم دارم، داخل فایل های ماینکرافت اورجینال هم دارمش که خب به هر حال هستش. اینجا داخل تب ورژن ها ما این رو داریم. خیلی معطل نکنم دیگه، ویدیو هم داره طولانی میشه. تقریبا فکر میکنم یه 25 دقیقه شده. آره صدامون هم که میاد. خب دیگه معطل نکنم. درباره اینکه فایل زیپ رو میگم، فایل ها رو کجا قرار میدم، یه چنل روبیکا زمین میکنه، روبیکا اونجا قرار میدم. و ببخشید باید اینکه ویدیو هی تیکه تیکه میشه، من یادم میفته چیزی نگفتم هی میام. آقا من همه رو داخل فایل زیپ میندازم، یه دونه فایل تکست هم مینویسم، یه سری نکات رو و براتون میذارم همه رو داخل یه فایل زیپ. حالا 100 مگ 150 مگ 200 مگی. حالا اگر هم موافق بودید میتونیم داخل سروش کارا بزنیم. داخل سروش به نظرم بهتره. من هر دو تا جا رو کانال رو میزنم، قرار میدم هر دو تا جا فایل ها رو. نایس. هر دو تا جا رو داخل دیسکریپشن میذارم. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر دوست داشتید میتونید لایک کنید، ویدیو رو دوست داشتید میتونید لایک کنید. اگه خواستید ادامه این سری ویدیو رو از دست ندید میتونید دنبال کنید ما رو که داشته باشیم. اگرم که خب به هر حال خواستید که اگر سری ادامه پیدا کرد، ویدیو جدید از منتشر شد مطلع بشید، میتونید زنگوله رو هم بزنید. و اینکه احتمالاً قسمت‌های بعدی سری از اوایل تابستون شروع میشه. احتمالاً
حالا یه ویدیوی دیگه هم داشته باشیم، بعد بقیهش از اوایل تابستون شروع میشه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی دیگری بدون، بای بای.